حکم زلاق چی است؟ زلاق برادرای عزیز، یعنی من وقتی که ماشین خرید میرم یا از یک آدم یک چیزی را خریداری میکنم، پیشکی زلاق میتونم $100 $200. لیکن پگاه یا روزی دیگرش میامم میگم مقصد برادر سودا ما نشید، یا که من یگان ماشین ارزانتر یافتم یا من ماشین کرا نمیگیرم. همین حالت دا ما حق نداریم که همون زلاق گرفتگی را دیگه به صاحبش بر نگردانیم. ما زلاق پس میگردانیم، در دستش میتیم. اگر یگان زیان شده باشد، مقصد حقی ستیانکه میگیم یا یگان راه دا بنزین صرف کرده باشیم، همون حقی همونها را میگیریم و همون ضررهایی که در همین یگان روزی که آورده باشد. ولی او زلاق گرفتگی برای ما حلال نیست. او زلاق باید پس بگردانیم به صاحبش.